چرا بعضیا هر هفته یا حتی هر روز ماه درگیر سردردهای میگرنی هستند؟ من به عنوان کسی که سالهاست مبتلا به میگرن هستم و به عنوان داروساز میخوام چند تا نکته خیلی مهم بهت بگم که توی این مسیر کمکت میکنه. بچه‌ها، میگرن یه نوع اختلال نورولوژیکه و به این صورته که مغز نسبت به یه سری محرک‌ها بیش از حد پاسخ میده. پس اینجا خیلی مهمه که اون محرک‌ها رو بشناسیم و این محرک‌ها برای هر فرد میتونه متفاوت باشه، ولی عمده محرکایی که باعث تحریک سردردهای میگرنی میشن کم خوابی، کم آبی بدن، گرسنگی‌های طولانی مدت، یه سری خوراکی‌ها و کمبود یه سری ریز مغذی‌ها توی بدن هست. افرادی که میگرن دارن حتما باید بدونن که پیشگیری خیلی براشون مهمتر از درمان هستش و نباید اجازه بدن که سردرد میگرنی شروع بشه و بعد حالا دنبال درمان برن. باید در طول مسیر اون محرک‌ها رو شناسایی کنن و ازشون دوری کنن. 2 تا مکمل خیلی بهشون کمک میکنه. مکمل منیزیم و مکمل B2. موارد دیگه که هستش خوراکی‌ها هستن که شما حتما باید بدونید که کدوم خوراکی‌ها میگرن شما رو تحریک میکنه. یه سری خوراکی‌ها مثل پنیر مونده، پارمیزان، چدار، شراب به خصوص شراب قرمز، محصولات فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس به شدت میگرن رو تحریک میکنن. به هیچ عنوان نباید بذارید بدنتون کم آب باشه و مرتب در طول روز آب بنوشید. در صورتی که سردرد میگرنی بهتون حمله کرد و اگه شما احساس کردید که داره در واقع اون سردرد میگرنی شروع میشه، میتونید از یه سری مکمل‌ها مثل حالا میگرافار استفاده بکنید یا مکمل‌های مشابه دیگه توی بازار دارویی هستن